این جنگنده جدید نیروی هوایی ایرانه. اسمش J-10C هستش. جتی که توی دنیا بهش لقب اژدهای قدرتمند رو دادن. این جنگنده با اینکه تک موتور است ولی توی چابکی و مانور حرف نداره. خیلیا میگن حتی از F-16 و سوخو 35 هم بهتره. از اون طرف با اینکه اندازه و وزنش از غول روسی یعنی سوخو 35 کوچیک‌تره، ولی یه رادار خیلی پیشرفته داره که بهش میگن AESA. این رادار میتونه همزمان چند تا هدف رو پیدا کنه و روشون قفل انجام بده. یه جورایی هوشمندتر از سوخو 35 به حساب میاد. این اژدهای چابک میتونه یه عالمه بمب و موشک هم کنه. از موشک‌های هوا به هوای کوتاه برد PL10 بگیر تا موشک‌های میان برد PL15 که میگن بردشون بالای 200 کیلومتر و رقیب موشک‌های ایم 120 آمریکایی هستن. تازه قابلیت شلیک موشک‌های ضد زره YJ91 چین رو هم داره و میتونه بمب‌های هدایت لیزری رو هم کنه. یعنی هم تو نبردهای هوایی پا قهرمانه، هم تو حمله زمینی کم نمیاره. مهمتر از همه J-10C از سوخو 35 خیلی ارزون‌تره و چین توی تولیدش هیچ مشکلی نداره. حالا شما نظرتون در مورد این جنگنده چیه؟